این مرد زمانی بزرگترین بدنساز جهان بود و حتی از رونی کلمن افسانه‌ای پیشی گرفت. نقطه قوت پل دیلت شانه‌های عظیمش بود. این هم تمرین سرشانش هست. با نشر جانب شروع میکنه. 5 ست 8 تا 12 تکرار. این حرکت خیلی موثره و به شونه ها فرم خوبی میده. حرکت رو دوست دارم. این حرکت رو 5 ست 8 تا 12 تکرار میزنم. موضوع قویه میگه. دارم سرون رو گوش میدم. بعدش فلای معکوس 3 ست 10 تا 15 تکرار انجام میداد. این تمرین پشت سرشانه که معمولا نادیده گرفته میشه رو هدف قرار میده. بعد حرکت بعدی فلای معکوس. نشر جانب با دستگاه به صورت تک دست میزنه. 3 ست 8 تا 10 تکرار. این حرکت شبیه حرکت اوله اما برای تقارن سرشانه خیلی عالیه. خود اگه پاکم کنی جیره چه؟ یوتیوب دورم بده اگه من تو فیلمات باشم پاک کنی حرکت بعدی که میزنه فلای بعدش پرس سرشانه دستگاه 3 ست 8 تا 10 تکرار سنگین برای دلتوید جلو. بعدش آشا پشتت باشه مشکل داره. خب رسیدیم به حرکت آخر که میزنه. حرکت آخر این تو چی؟ این هم بلنده. حالت آخر آقا اونه که قبلی استراد بوده که تقلق داره، اون باید بلند بزنی که تقلق توی تو دستگاه نداره.
چند کیلوه؟ چند کیلوه؟ 100. خب رفقا وقت رونمایی دوباره فرارس. پول هالتر 3 ست 10 تکراری انجام میداد. این یکی از بهترین تمرین ها برای ساخت ترابز بالاییه. در آخر نشر از جلو 4 ست 8 تا 12 تکرار. ممنون.